سلام دوستان، امروز اومدم با یه فیلم آموزشی اسکلت طول سگ درست کردم. تقریبا 2 ماهه با کاغذهای باطله و سیم مخدودی دورش پیچیدم و حتی 4 تا دست و پا همشون از سیم به کار رفته شده، به خاطر اینکه بخوام بعداً اینو حالت بدم و به شکل مجسمه در بیارم. از چسب نواری شیشه‌ای استفاده کردم برای اینکه وقتی خمیر کاغذ پاپیه ماشه چون مرطوبه باعث نشه که این زنگ بزنه و این زنگ زدگی از خمیر نزنه بیرون، این یه لایه حفاظتی ایجاد کنه که باعث نشه که این زنگ آهنم بزنه بیرون. بعد شما حتما نباید اسکلت مجسمه‌تون رو از کاغذ باطل استفاده کنید. شما میتونید از یونولیت استفاده کنید به شرط اینکه دست و پاهای مجسمه باز هم از یونولیت استفاده کنید از سیم به کار رفته شده باشه و سیم رو به یه جوری به این یونولیت ببندین که این دست و پاها فرم بگیرن و همینطور دومش و کاغذ پیچ کنید و روش چسب بزنید که باعث بشه که یه لایه کلوفتر بشه، حجم بده به مجسمتون. بعد شما نباید به یک بار خمیر پاپیه ماشه رو بهش بزنید، چون میگن که باید مجسمه یه پاپیه ماشه حجم باشه تا نشکن بشه. این حرف درسته، ولی نباید به یک بار بهش خمیر حجم بچسبونید چون باعث افتادن و سنگین کردنش میشه. به خاطر همین باید مرحله به مرحله یه لایه بزنید، لایه دوم و مرحله دوم بزنید. وقتی که هی نیمه خوش شد هی مرحله به مرحله اینو تکمیلش کنید. در آخر سر که خمیرتون رو زدین، گوش ها رو با سیم حالت یه برگ پهن که نافرمه، چون این طول سگ باید صورت توپل با نمکی داشته باشه، گوش هاش هم همین حالتی تا زیر فکش بیاد، چون نژاد سگ بیگل تقریبا این حالتی میشه. حالت گوش های پهن و آویزونی دارن و همین باعث با نمک تر شدنشون میشه. اونم با سیم درست کنید، روش نوار چسب بزنید و یه لایه هم خمیر روش بزنید، همونطور که نم داره به خود سرش فیکسش کنید با همون خمیری که تو دستتونه. احتیاجی نیست با سیم وصلش کنید داخل سرش، با همون خمیر میچسبه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. به خدا میسپارمتون.